سعی کنین این وطندار ما برای شعرش سالگیری 1 سالگیش گرفته و محبت شعرش سعی کنین. میگه با محبت خارها گل میشه. این حیوان بی زبان که چقدر خطرناک است، اما این وطندار ما او را مهربان ساخته. او را آنقدر مهربان ساخته که همراه فامیلش، همراه خودش بسیار، حتی میمانای این وطندار ما که میایم این شیر طرفش چپ سیله میکنه، اما تو محبت میکنه. باید ما محبت کنیم. اگر کسی هر کار میکنه در مقابلش محبت میکنیم و هیچ وقت بد اخلاقی نمیکنیم. محبت کنین وطنداران، هیچ وقت پشیمان نمیشین.